وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتابی درس‌های زبان عربی برای کسانی که به آن حرف نمی‌زنند. درس امروزی ما الدرس الثاني عشر، یعنی درسی 12. درسی 12 نیز به مثل درس‌های گذشته کلمه های نو دارد و همچنین بعض قاعده ها دارد. الكلمات الجديدة للدرس الثاني عشر، یعنی کلمه های نو عائد درسی 12. حال می شود، احوال، کار، جمعش احوال یکی حالات. کیف چگونه، چطور. بخیر همه خوب. یکی بخیر. موجه، موجهون. موجه این را زاوج میگویند به زبان روسی. دیدن در کار به تاجیکی چی میشد؟ نه. موجه هنا در اینجا مستشفى الولاده، تولد خانه. مدرسة متوسطة، مدرسي میانه، الصنف 5 تا 9. مدرسة ثانوية، اینم مدرسي میانه، قسم بالا، قسم بلند، الصنف 10 تا 11. التي کی یا کی آنه کی، این را اسم مفصول میگویند، جنسی زنانه. بعد شجره درخت. شجر اشجار جمع می شود. عمک جمعش اعمام. عمه جمعش عمات. خال تغا جمع أخوال. خالة خالات جمع. فلاح دهقان. فلاحون جمعش می شود. این بود کلمه های نو عائد درسی 12. الدرس الثاني عشر، درس 12. كيف حالك يا بنت، احوالی تو چطور است ای دختر. در اینجا خطاب به جنسی زنانه، خطاب به زن. كيف حالك، کی کاف المخاطب، فهمیده؟ کی كاف المخاطب. ضمير متصل مبني على الكسر. ضمير
متصل مبنی علی الکسر. فهمیدید؟ در درس‌های گذشته آیدی ضمیرها گذاشتیم، در اینجا به تفصیل میفهمونیم. ضمیر متصل از قسم ضمیرهای متصل بوده است. ضمیرها به دو قسم تقسیم شدن، هم خیر است، منفصل و متصل. این از همان متصلش می باشد. مبنی علی الکسر معناش این که این ساختش خاص برای زن مبنی به کسر می باشد. اذا كان للمؤنث ضمیر متصل مبنی علی الکسر اذا كان للمؤنث، ومبني على الفتح إذا كان للمذكر. همین کاف المخاطب مبنی بر فتح می شود اگر آن را استعمال کرده شود برای مذکر. نحو کیف حالک یا محمد، کیف حالک یا محمد. در اینجا کاف المخاطب ضمیر متصل مبنی على الفتح، هم خلاص، في محل جر مضاف إليه. فهمیدید؟ این از ضمیرهای متصل است که این از ضمیرهای متصل اگر در یاد داشتگی باشد با در نوبت خود به سه قسم تقسیم شدن. همه خلاص این از قسم دویمش می باشد، از قسم دویم می باشد. للنصب والجر، چونین یعنی که کاف المخاطب را هم برای نصب استفاده برده می شود، هم برای چی؟ جر. در اینجا برای جر. برای چی برای جر شده است؟ مضاف الیه، مضاف الیه شده است. حال مضاف، كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الكسر في محل ماذا؟ جر، في محل جر مضاف إليه. برای مردانه هم باشد همین طور. این اعراب به تمام نازکی‌هاش حرکت میکنم که فهمونم تا آینده مثلا برای اعراب کردن آسان شود. همین کاف یعنی که کاف المخاطب هم در محل جر می آید. کدام وقت در محل جر می شود؟ وقتی که مضاف الیه شود یا که مجرور شود. کدام وقت مجرور می شود؟ پیش از وی حرف جر آمدگی باشد. ما بیک یا محمد، تو را چی شده است ای محمد؟ ما بیک، اما خلاص ما بیکی. اگر کیف حالکی شود در اینجا مضاف الیه شده است برای ما در محل جر. کیف حالک یا بنت، احوال تو چطور است ای دختر؟ انا بخیر والحمد لله، من خوبم الحمد لله. این قاعده ها را باید که در همون کتابی که درس میگیرید یکون ورقهای زرد قسمی بالاش چی دارد؟ صمغ دارد، میچسبیدگی جا دارد، میچسبانید ورقچی سفیده خوش رو کردم مینویسید. اینها رو آینده عکس بود که خوانده باشید در همین باره کاف المخاطب چی میگویی خوانده توانید. میگید که کاف المخاطب ضمیر متصل مبنی علی الکسر اذا كان للمؤنث ومبني على الفتح إذا كان للمذكر. نحو كيف حالك يا محمد في محل جر. خبر مذكر باشد، خبر مؤنث باشد، في محل جر مضاف إليه. این قاعده ها را نویسید. بارك الله فيكم. من أين أنت، یعنی من أين أنت، تو از کجا هستی یا که از کجا میشی؟ أنا من سوريا. حالا وقتی پرسیدن است در حقیقت به خاطر اونکه مردم سوریه پراکنده شده ایستادن. البته من نگفتی ایستادم یعنی که زنها رو پرسیده شود. من این انت؟ انا من سوریه، من از کجا میشم؟ من از سوریه میشم. در اینجا انتی
درباره انتی هم گذاریم. انتی، ان ضمیر منفصل مبنی على السکون. ضمیر فقط همو ان می باشد، فهمیدید؟ ان ضمیر منفصل مبنی على السكون في محل رفع. لماذا في محل رفع؟ مبتدا. ضمیرهای منفصل به دو قسم تقسیم می شدن، همه خیلی است. ضمیر منفصل است که در محل رفع می باشد، یا به خاطر آن که مبتدا است، یا به خاطر آن که چه اسمی کانه است و هکذا. مهم دایم در محل رفع می آید. انتی ان ضمیر منفصل مبنی على السکون في محل رفع مبتدا. والتاء حرف خطاب مبني على الكسر لا محل له من الإعراب إذا كان للمؤنث مبني على الكسر، ومبني على الفتح إذا كان للمذكر. صح؟ همین حرف الخطاب اگر برای مرد باشد مبنی بر فتح می شود اذا كان للمذكر. نحو من أين أنت، من أين أنت، من أين أنت. ما اسمك نام تو چیست؟ اسمی آمینه، نام من آمینه است. در اینجا آمینه تو ممنوع من الصرف، فيه علتان، اسم ممنوع من الصرف فيه علتان. العلة الأولى العلمية، والعلة الثانية التأنيث. حقيقي أو معنوي؟ تقول ماذا؟ حقيقي. لفظي أو معنوي؟ معنوي ولفظي. صح؟ معنوي ولفظي. نعم. أين أبوك؟ پدری تو در کجاست؟ أبي هنا في المدينة النبوية المنورة. کور کنیتون بجایش النبوية نویسان خوبتر است. نعم. أبي اعرابی اب من گوش کرده شدید؟ اعرابی اب لفظی است یا که تقدیری؟ اعرابی اب تقدیری است. احسن. برای چی؟ لأنه مضاف إلى ياء المتكلم. كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم صار إعرابه إعرابا مقدرا أو تقديريا. هر اسمی که اگر مضاف شود با یای متکلم اعرابی او لفظی نمی شود، اعرابش تقدیری می شود. و تقدر عليه جميع الحركات، أي الحركات كلها. لماذا؟ للمناسبة. مر بنا صح؟ چی می فرماید؟ ابی هنا، پدر من در اینجاست. در کجا؟ در مدینه نبویه. هو مفتش في المدرسة الثانوية، و مفتش است در مکتب میانی قسمی بالا، یعنی از صنف 10 تا 11. و این امک، و مادرت در کجاست؟ هي ایضا هنا، او نیز
در اینجاست. هي طبيبة في مستشفى الولادة. هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة. او نیز در اینجاست، او دکتر است در تولدخانه. في مستشفى الولادة. آخر کلمه الولادة مرفوع است یا منصوب است یا مجرور است؟ کدامش می باشد؟ کی جواب داده می تواند؟ مجرور. احسنت، بارك الله فيك. لماذا مجرور؟ كيف؟ لماذا مستشفى الولادة؟ لماذا الولادة مجرور؟ مجرور بماذا؟ بحرف الجر؟ لا، أنا لا أقول ما علامة جره. مجرور بماذا؟ أي بسبب ما؟ أحسنت، الولادة مضاف إليه مجرور بالمضاف، صح؟ إذن مستشفى مضاف، الولادة مضاف إليه. بارك الله فيكم. مستشفى مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مجرور بماذا؟ بحرف الجر وهو في، صح؟ في حرف من حروف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مستشفى اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة مقدرة في آخره أو على آخره. لماذا؟ لأنه اسم لا مقصور. نعم، اسم مقصور، صح؟ ما تعرف اسم المقصور؟ كل اسم في آخره ألف لازمة، صح؟ هر اسمی که در آخرش الف لازمه داشته باشه باید اسمی مقصور میگن و تقدر عليه جميع الحركات، صح؟ للتعذر مرة بنا بارك الله فيكم، يحتاج المراجعة. هي أيضا هنا هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ ومن هذه الفتاة التي معك؟ و کس این جوان دختری که همراهی توست؟ آیا او خواهری توست؟ ما إعراب الفتاة؟ مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. سؤال: لماذا مرفوع؟ لأنه بدل. أحسن، ذكر هذا الاسم المعرف بال بعد اسم الإشارة. التي الاسم الموصول، صح؟ ما معنى الاسم الموصول؟ هو اسم يعين المسمى بواسطة الجملة. اسم موصول اسم اسکی همون چیزی نامبر شده را با واسطه جمله معین میکند. با واسطه چی؟ جمله معین میکند. معلوم میشد است که بعد از التی باید که یگون جمله شود. فهمیدید؟ باید که یگون جمله شود که به طفیل و جمله همون چیزی نامیده شده معین شود. التي تأتي بعده، همون جمله بعد از التي می آید یا که بعد از الذی می آید، طوری که در درس های گذشته گفتیم. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. بعد از الذی یا که التي
باید که جمله آید. بارک الله فیکم. و جمله خواه جمله پره باشد، خواه شبه جمله باشد. جمله پره، جمله پره عبارت از فعل و فاعل می شود که جمله فعلیه می گویند، یا که عبارت از اسم می باشد که مبتدا و خبر می باشد. فهمیده؟ اگر بینید که فعل و فاعل نباشد، اگر مبتدا و خبر نباشد، معلوم می شود است که شبه جمله، شبه یعنی که نیم جملهش می گویند. این را شبه جزیره العرب می گویند. نیم جزیره عرب هم خلاص، شبه جزیره العرب، نیم جزیره عرب میگویند. شبه جمله نیم جمله میگویند. ما نیم جمله را از کجا میشناسیم؟ خیلی هم آسان است. میبینید که عبارت از چی میباشد؟ یا که جار و مجرور آمده ایستاده است، یا که ظرف آمده ایستاده است. فهمیدید؟ شبه جمله خیلی هم آسان است. یا چی بوده است؟ یا جار و مجرور است، یا که ظرف آمده ایستاده است. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ معلوم میشد است که جمله دو نمود بوده است، یا جمله می شود یا که شبه جمله. خود جمله به دو قسم تقسیم می شود، عبارت از فعل و فاعل، جمله فعلیه، یا که از اسم، جمله اسمیه مبتدا خبر. اما جمله شبه جمله باشد نیز در نوبت خود به دو قسم تقسیم می شود، عبارت از جار و مجرور می باشد یا که عبارت از ظرف می باشد. بعد از التی فعل و فاعل هست نیست، مبتدا خبر هست نیست، معلوم میشد است که شبه جمله است. جار و مجرور هست، با و تا و کاف و منذ خلا رب حاشا من عن علا حتی اله، همین ها یکون تش آمد نه آمد. معلوم میشد است که این دویم قسمی شبه جمله بوده است. ظرف مع ظرف می باشد. ظرف مكان. احسنت. وهو مضاف. كاف الخطاب ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، يوكي في محل جر بالمضاف. وقتی که بالمضاف که گفتم معلوم میشه است که این خودش مضاف الیه شده است. نه دیدن. بارک الله فیکم. معک همین جمله یا که گویم همین شبه جمله که بعد از التی آمده شده است، همون چیزی نامبر شده را معین میکند. کیست؟ این جوان دختری کی؟ جمله ناتمام است، همراهی توست. معین کرد که همون جوان دختر بسیار است، همون جوان دختری که همراهی توست هوای کیست؟ اهی اختک، مگر او خواهری توست؟ الاسم الموصول هو اسم يعين المسمى بواسطة الجملة التي تأتي بعده وتسمى صلة. همون جمله را که خواهی جمله کامل باشد یا که شبه جمله باشد وی را چی نامیده می شده است؟ صله موصول. صله برای همون اسم موصوله و جمله را صله می نامیدند. والاسماء الموصوله هي الذي. اسمهای موصوله بسیارند، از جمله الذي در درسی گذشته گفتیم این را. للمفرد المذكر، الذي للمفرد المذكر، للعالم وغير العالم. فهمتت؟ للعالم وغير العالم. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مشود او نصب او جر. همش ما آورده شدیم. باید دونید که این الذي میشود که در محل رفع باشد اگر پیش از وی عاملی رفع باشد، میشود که در محل نصب باشد اگر از وی پیش یکون عاملی نصب کننده باشد، یا که در محل جر می شود اگر یگان عاملی باشد پیش از وی عاملی جر کننده باشد.
التي دیگری از اسمهای موصوله التي است که در درس ما آمده استاده است للمفردة المؤنثة للعالم و غیر العالم. این را هم برای جاندار و هم برای بیجان استفاده برده می شود. اسم موصول مبنی على السکون في محل رفع او نصب او جر. همون موقع شدیده میگوید که در محل رفع است یا که در محل نصب یا که در محل جر. با سواد را میخوانیم. و من هذه الفتاة التي معك اهي اختك. و کس این جوان دختری که همراه توست آیا او خواهری توست؟ در اینجا دیدید همزه الاستفهام حرف جوابه نعم ام او لا. همزه استفهامیه حرف است که جواب او یا نعم می شود یا که لا می شود. اما خلاص در جواب می فرماد که لا هي بنت عمی، نه وای دختری عمکی من است یا که وای دختر عمکی من است. خب سوال پیدا می شود. کلمه عم اعرابی او لفظی است یا که تقدیره؟ تقدیره. برای چی؟ بسببیه یا که میگه بسبب اضافته الى یاء المتکلم. فهمیده؟ ما اسمها همان دختری عمه که تو نامش چیست؟ خلاص ما اسمها اسمها فاطمه، نامش فاطمه است. اهي زميلتك، آیا وی همسنفی توست؟ زمیل هم کورس را میگویند، هم صنف را میگویند، همکار را میگویند. لا انا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. نه من در مدرسه میانه قسمی یکم می باشم و در مدرسه میانه قسمی دوم می باشم. یعنی وای در صنف‌های بالایی، من در صنف‌های میانه می باشم. ابتدایی نیو ابتدایی می شود، میانه اول می شود، میانه دوم می شود. الکی اخت تو خواهر داری؟ سوال داده است. آیا تو خواهر داری؟ لا مالی اخت. نه من خواهر ندارم. کدام جمله ای که اگر بعد از نفی آن را ذکر کرده شود، کدام نکیره ای که گوش کنید، کدام اسمی نکیره این نامعلمی که وی را بعد از نفی ذکر کرده شود، بعد انکار ذکر کرده شود، وی عموم را در نظر داشته می شود یا که در نظر دارد. یعنی یگان خواهر ندارم. الکی اخ برادر داری؟ نعم لی اخ کبیر و هو طالب بالجامعه. آره یک برادری بزرگ دارم، وی دانشگاهی وی دانشجوی دانشگاه است یا که دانشکده است. فهمیده؟ در جامعه دانشجوی است. در اینجا بی به معنای فی است. و من هذا الطفل الذي معك. و کیست این کودکی که همراه توست؟ هو ابن اخی. وی جانی من است میگوید، نه؟ یعنی وی پسری برادری من است یا که وی برادر زاده من است. ما اسمه، نامش چیست؟ اسمه سعد، نامی او سعد است. امك في البيت الان. آیا مادری تو حالا در خانه است؟ لا ذهبت الى المستشفى. نه وی به بیمارخانه رفت. کدام بیمارخانه در نظر دارد؟ در اینجا الف لام که در اومد یعنی بیمارخانه انیق. معلوم ها در ابتدای درس گفت کو یعنی تولد خانه را در نظر داشته می شود، چون که مادری او در
تولدخانه کار میکند. در اینجا یک قاعده نو برآمد. ذهبت، ما ذهبه را گذاشته بودیم اما ذهبت را نه. در اینجا تاء تانیث ساکنه، اینو چی میگوین؟ تاء تانیث ساکنه میگوین. تاء تانیث ساکنه و هی حرف. توی تانیث ساکنه یعنی توی زنانه که سکون دارد. فهمیدید؟ کدام حرفی که در حرکت ندارد وی را حرفی ساکنه میگویند. خودی حرف را ساکن مینامند، اما اون علامت دوره را که در بالاش هست وی را سکون مینامند. ساکن را از سکون باید که فرق کرده شود. تاء تانیث ساکنه و هی حرف يدل على ان ما اسند الیه الفعل مؤنث. یعنی این حرف است که دلالت میکند، این حرف است دلالت میکند که همان فعلی که یا که همان چیزی را که فعل را به اون نسبت داده می شود، فعل را به همان چی نسبت داده می شود همان مؤنث می باشد. یعنی کار، هر یک کار انجام دهنده دارد، آن را فاعل می نامند. فهمیدید؟ هر یک کار انجام دهنده دارد که وی را فاعل می نامند. همون کار را که به کسی نسبت می دهند همون کس چی بوده؟ مؤنث بوده است، جنس زنانه بوده است. برای این صورت فعل این طور آخرش تای تانیث ساکنه قبول کرد. و هی مختصه بالفعل الماضی. تای تانیث ساکنه خاص به فعل ماضی بوده است، به فعل مضارع و به فعل امر سر و کاردار نبوده است. این خاص به فعل ماضی بوده است. و تتصل بآخره، در آخر فعل ماضی پیوست می شود. اذا كان الفاعل مؤنثا، کدام وقت؟ هر وقت نه، اگر فاعل زنانه باشد، اگر فاعل زنانه باشد. والمراد انها ساکنه في اصل وضعها. مراد از آن که این ساکنه هست، یعنی باید که در اصل اساسا این ساکن داشته باشد، در اصلی که گذاشتنی او. فلا يضر تحريكها لعارض، ضرر ندارد این طور حرکت دادن برای یگان چاره، یگان حادثه اگر روی دهد و روی داده شوند، یگان حادثه به خاطر همون حادثه شدن یگان ضرر نیست که این را ضربت نگویند و ضربتی، ذهبت نیو ذهبتی شدنش هم ممکن است، ضرر نیست. کدام وقت؟ مثلا کما اذا ولیها ساکن، مثلا اگر بعد از آن یک ساکنی دیگر آید، یعنی یک کلمه سر شود که، فهمیدید؟ یک کلمه سر شود که وی هم به سکون آغاز می یابد. فتحرک بالکسر، در این حین این تای تانیث ساکنه را حرکتی کسره داده می شود. فتحرک بالکسر، ذهبت نیو ذهبتی، فهمیدید؟ ضربت نیو ضربتی، کتبت نیو کتبتی، نصرت نیو نصرتی می شود. برای چی؟ للتخلص من التقاء الساکنین، برای خلاص شدن از واخوری دو ساکن، باید که از دو ساکن خلاص شویم. مثلا میگویند که الله در قرآن فرموده است قالت امرأة العزیز، زنی عزیز گفت. قالت امرأة العزیز می باشد در آنجا، از بس که امرأة همزش همزه وصل می باشد در داخل جمله آن را خوانده نمی شود، یعنی وی را با حرکت خواندن معنی است. قالت ای گفتم ممکن نیست، باید که حرکت همزه افتاد، حرکت همزه افتاد امرأة می شود، امرأة یعنی که میم سکوندار می باشد. قالت امرأة نمی شود، دو تا صورت. قالت این کلمه
با سکون تمام شده ایستاده است، کلمه دیگر با سکون آغاز شده ایستاده است. قالت امرأه نمی شود. بعد چیکار میکنن؟ تای تانیث ساکنه را حرکت کسره میدهم، قالت امرأتو می شود. قالت امرأة العزیز، زن عزیز گفت. فهمیده؟ بارک الله فیکم. این است یعنی درسی امروزی ما. درسی چند بود؟ 11 12. بله. تمارين الكلمات الجديدة للدرس 12. كلمة هاي الناو برای درسی 12. این کلمه ها را مفردشان را می نویسید، جمعشان را می نویسید و معنای مفردش را نیز می نویسید. تمارین مشقها: اقرأ و اکتب، بخوان و بنویس و همچنین ترجمه بکن. کیف حالک یا ابی، کیف حالک یا امی. 9 جمله ترتیب داده شده است و جمله ها را اول یعنی که با عربی می نویسید از طرف راست به چپ و از طرف چپ به راست ترجمه آنها را می نویسید. احوال تو چطور است ای پدرم و هکذا. یگان اگر کلمه نافهم شود انشاءالله می پرسید. الثاني اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. هر جمله را از جمله های زیرین قرائت بخوان. هر جمله را بخوان. بعد از آنها را بار دیگر بخوان بعد از دیگرگون کردن منادا، حرف ندا و منادا. منادا همانی را میگویند که بعد حرف ندا می آید، چگونه که نشان داده شده است در مثال. مثال: این قلمک یا ابی، ای پدرم قلمی تو در کجاست؟ این قلمکی یا امی. دیده در اینجا منادا مادر که آمده ایستاده است، قلمک گفته نمیشه، قلمکی. اعندک قلم یا محمد، اگر به جای محمد آمینه باشد اعندک قلم یا آمینه. این بیتک یا سیدی یا سیده، این عباره نادرست است. به جای سید منه چی نویسد؟ اخ. این بیتک یا اخی، این بیتک یا اختی. فهمیدید؟ ها؟ ماذا؟ ليس عندي. نعم. الثالث أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية. در هر جمله از جمله های می آمدگی فاعل را مؤنث کن. فاعل را چی؟ مؤنث قرار ده. وقتی که فاعل را که مؤنث کرده فعل آخرش چی می شود؟ تایی تانیثی ساکینه می گیرد. مثال: خرج محمد من البيت. فاعل کدام از در خرج محمد؟ محمد می باشد. بجای محمد اگر آمینه باشد خرجت آمینة من البيت. ذهب المدرس الى الفصل. المدرس فاعل است، همین خیلی است. خب اگر مدرس را مؤنث کنید چگونه می شود؟ المدرساتو. فعل چی می شود؟ ذهبت. چگونه او را پیوست میکنید؟ ذهبت المدرسة الى الفصل. فهمیدید؟ الرابع تأمل ما یلی، آنچه که در پایان می آید اندیشه بکن. جلست الطالبة. فهمیدید؟ سکون را کسره داده می شود. جلست الطالبة می شود. الخامس اقرأ الجمل الآتية. جمله های زیرین را بخوان. من الفتى الذي خرج من بيتك الآن. کیست جوان بچه‌ای که حالا از خانه تو برآمد؟ هو ابن عمی.
وای پسر عمکی من است. در اینجا صله موصول کدام است؟ چی آمده است؟ جمله. اما خیلی است جمله فعلیه است یا که اسمه؟ جمله فعلیه خرج. همین جمله فعلیه صله برای الذی شده است. من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد هي بنت خالتي، وهكذا. السادس أكمل الجمل الآتية بوضع اسم موصول مناسب الذي أو التي في الفراغ. جمله زيرين را مكمل کن، پر کن با گذاشتن اسم موصولی مناسب، خواه الذی باشد مناسب، خواه التی در جاهای خالی. الکتاب همون جایی که میمانه تشکو الذی یا که التی را ما قبلش نگاه کنید، یعنی از وی پیش بودگی اسم را نگاه کنید، مذکر باشد الذی، مؤنث باشد التی. الکتاب مذکر است یا مؤنث؟ الكتاب الذي على المكتب للمدرس. القلم مذكر أو مؤنث؟ نعم. القلم الذي في حقيبتي مكسور. السيارة مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، أحسنت. السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. نعم. البته این در اینجا دنیا قاعده است، اینها را هم باشه گفتن خیلی وقتی دراز در کار. الاسئله سوال ها. اذکر تعریف کاف المخاطب. کاف مخاطب را تعریفش را بگو. اذکر تعریف انت و انت. اذکر تعریف الاسم الموصول، اسم الموصول. اذکر تعریف تاء التانیث الساکنه. اینها را تعریفاتشون را ذکر کن. اعرب ما یاتی، در پایان می آمدگی عباره ها را اعراب کن. انت مسلم، انت مسلمه، کتابک جمیل، کتابک جمیل. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.